با سلام به همراهان همیشگی اسپیار الکترونیک، به یک ویدیو دیگه از مجموعه ما خوش اومدید. همونطور که در ویدیو قبلی مشاهده کردید با معرفی ماژول M18 خدمت شما عزیزان بودیم و در ویدیو امروز میخوایم یک ماژول که ابعادش از قبلی کوچکتر هستش و نسخه بلوتوث بالاتری داره معرفی کنیم به اسم هابسون MQ-J201 که به نسخه بلوتوث 51 مجهز هست و ابعادش 10 میلیمتر در عرض و 20 میلیمتر در طول میباشد که به نسبت ماژول M18 که ابعادش 12 میلیمتر در 23 میلیمتر هست باز هم فضای کمتری برای نصب نیاز داره. ماژول هابسون به خاطر نسخه بلوتوث بالاتر کیفیت صدای بهتری هم داره و خروجی استریو به ما میده که تا فاصله 10 متری قابلیت تشخیصش توسط بلوتوث وجود داره و بدون مشکل میشه بهش وصل شد. ماژول هابسون مثل ماژول M18 با رنج توانی 3.7 تا 5 ولت کار میکنه، در کنار اینکه به علت جنس متریال سازنده‌ای که داره هم عمر بیشتری داره و هم احتمال جمع شدن بار اضافه در اون کمتر هستش. یکی دیگر از مزیت‌های این ماژول اینه که نه تنها برای ورودی برق پایه زمین در نظر گرفته، بلکه برای خروجی صدای استریو خودش هم پایه زمین قرار داده که شدت وجود نویز در خروجی صدا رو هم به طرز قابل توجهی کاهش میده. امیدوارم که از ویدیو معرفی ماژول هابسون MQ-J201 و بررسیش با ماژول M18 نهایت استفاده رو برده باشید. همیشه در نظر داشته باشید که صفحات ما رو در فضای مجازی دنبال کنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما چه معرفی و چه مقایسه رو از دست ندید. تا یه ویدیوی دیگر خداوند یار و همراه شما عزیزان باشه.